بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الکریم و على آله و صحبه اجمعین و من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى یوم الدین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان دل، لحظه فرا می رسد تا چند پند با هم بگوییم و از حکمت الله، از حکمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اقوال بزرگان این امت بهره مند گردیم. چقدر که جمعیت مسلمانان اتفاق و هماهنگ گردند هم، اما فرزندان آن هرگز در عقل و نشانه ها یکرنگ نمی شوند. بنابراین همیشه اختلاف موجود است و نقصان ها معروف، ولیکن تنها بخشیدن و گذشت همدیگر می تواند روح برادری را نگاه دارد و به سلامتی اتحاد کفالت دهد. انس ابن مالک می گوید باری همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم و ناگاه آن حضرت صلی الله علیه و سلم را دیدیم که خندیدند، حتی دندانهای پیششان نمایان گشت. حضرت عمر الله از او راضی باد پرسید: ای رسول الله، پدر و مادرم فدایتان باد، چه چیز شما را به خنده آورد؟ جواب گفتند: دو مرد از امت من با زانو در پیشگاه خدای بزرگ نشستند. یکی از آنان گفت: ای پروردگارم، حق این برادرم را خیانت کرده بودم، عذری مرا بپذیر. الله تعالی فرمود: حق برادرت را بده. او بیان ساخت: ای پروردگارم، اگر حق او را دهم نیکی هایم باقی نماند. شخص دومی که حقدار بود گفت: ای پروردگارم، این طور باشد گناههایم را بگیرد. حضرت انس می گوید در همین لحظه از چشمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اشکها سرازیر شد و گفتند: آن روز روزی بزرگ است. آن روز مردم محتاج به شخصانی هستند که بدیهای آنها را با خود گیرند. بعداً خداوند بزرگ به حقدار بگوید: چشمت را بالا کن و با بوستانها نظر نما. او سرش را برداشت و گفت: ای خدای من، شهرهای از نقره و قصرهای از طلا می بینم که با لؤلؤ زیب یافتند. این برای کدام پیامبر است؟ برای کدام صدیق؟ برای کدام شهید؟ الله سبحانه و تعالی گفت: برای شخصی که پولش را بدهد. او ابراز نمود: کی پول این جنت بی بها را داده می تواند؟ الله گفت: تو می توانی. گفت: چگونه ای پروردگارم؟ گفت: برادرت را ببخشی. او گفت: ای پروردگارم، من برادرم را بخشیدم. الله تعالی گفت: از دست برادرت بگیر و هر دو وارد بهشت بشوید. سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: از خدا بترسید، بینتان را اصلاح نمایید، زیرا خداوند بزرگ بین مؤمنان را روز قیامت اصلاح می کند. روایت ابن کثیر و امام قرطبی. پس ای مؤمنان، بشتابیم به صلاح ورزیدن و صاف نمودن خلافهای بین خود و بین مسلمانان این امت. حق دیگران را به صاحبانشان بازگردانیم و این ماه شریف را فرصت صلح با خدا و مردم بگردانیم. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.